خط مینویسه نمیدونم کدوم از برادرها باشه مذاق میکنه یا که در حقیقتا KGB باشه والله اعلم. با هر حال سبحان الله با هر حال کسی باشه نباشه نه از پادوال میترسیم نه از دریلوتو میترسیم نه از اوتوکوتو میترسیم نه از حکومت میترسیم. بیو بگی بر جرأت داری غیرت داری الله اکبر بیو بگی بر میخوای خاتمه و بخری اما تاجیکستان دی طرف بگذار بیچاره همون سالداتویت که دستتون افتما داره غیرت نمیکنه این طرف بگذاری در پاتون میلرزه 20 کسی میگرده در یک گفتی یا پات 20 متری در 20 کسی میگرده او همونجا این طرف بگذاری یک کمکک همونجا گذاشته نمیتونین. سبحان الله بازم الله توفیق تمته اگر کسی از برادرها باشه مذاق کنن لیکن اگر KGB باشه ما میگیم بیا بخبر مهاجر بر اتوکش میکنی میسوزونیش دریلش میکنی سرش میگیری ناخوناش میچینی الله اکبر بگی بر برای خدا. لیکن ما را از این چیز نترسیم نه میترسیم و نه دقیقش هستیم که بترسیم. گفتم گیری تو که گفتن میگیری گفتن گیری ما حق گفتن میگیریم حقه برای او خون میتیم خون میکشیم کشته میشیم زندان میشیم اسیر میشیم لیکن حقه میگیم و دفاع میکنیم از حق. الله توفیق تمام شما را. در بعضی سخناش خنده میگیره سبحان الله لیکن الله توفیق بده یکی با سبب زندگی دنیاشون یا با سبب یک حکومتشون یک قدر کبر و غرور دارن. انشالله روز بیا که سلاح‌های خلافت اسلامی در پیشانه شما و کارچوهاشون در گردانتون بعد او وقت شماتون حسرت در غم و غصه دنیا بره بعد میفهمه زندگی را و بره در جهنم داخل آتش جهنم بسوزانتونه با سبب کفر شرکتون بای عبارتر او وقت وای میگه و داد میگه فایدتون نداره. سبحان الله الله توفیق بده و ایمان ممتیه. ما گفتیم که نه از کسی ترس داریم نه از کسی خوف. اگر میترسیدیم گم نمیزدیم و برای نصرت دینمون یک جان نه 100 جان میتیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمنا کرد یکی در دین با خاطر دین کشته شوه باز زنده شوه باز کشته شوه باز زنده شوه باز کشته شوه. سبحان الله ما را همه چیز تمنا میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمنا کرد ما را تمنا میکنیم که الله نصیب کنه که در این راه ما کشته شیم باز زنده شیم باز کشته شیم باز زنده شیم.